10 راه برای افزایش عملکرد روزانه. برای افزایش عملکرد و رسیدن به اهداف به 10 نکته کلیدی نیاز دارید که میتونن زندگی شما رو تغییر بدن. با هم بررسی میکنیم. مورد اول، تصمیم‌های بهتر بگیرید. تصمیمات کمتر و کلیدی بگیرید. تمرکز روی کارهای مهم باعث بهبود کیفیت تصمیمات میشه. مثلا مارک زاکربرگ همیشه یک تیشرت میپوشه تا ذهنش از تصمیمات کم اهمیت پاک بشه. مورد دوم، مدیریت زمان رو بهبود بدید. اگر وقت کم میارید، احتمالاً مشکل شما در برنامه ریزیه. ابزارهایی مثل اپلیکیشن ها و یا دفتر برنامه ریزی میتونن به شما کمک کنن. مهمتر از همه، باورهای غلط رو اصلاح کنید تا بهتر از زمانتون استفاده کنید. مورد سوم، انرژی احساسیتون رو شارژ کنید. برای افزایش عملکرد، انرژی احساسیتون رو مدیریت کنید. وقتی احساس خستگی می‌کنید، وقت گذرانی با دوستان یا انجام فعالیت‌های لذت بخش میتونه به شما انرژی بده. مورد 4، انضباط فردی رو تقویت کنید. تعهدات مشخص برای خودتون تعیین کنید و از قانون 2 دقیقه استفاده کنید. کارهای سریع رو فوراً انجام بدید تا از انباشته شدن کارهای کوچک جلوگیری کنید. مورد 5، عادتهای مفید بسازید. عادتهای خوب رو بسازید و تمرکز کنید روی فرایند، نه نتیجه. مثلا هر روز 1 صفحه کتاب بخونید، حتی اگر از اون چیزی یاد نگرفتید. مورد 6، تاب‌آوری رو تقویت کنید. در برابر چالش‌ها مقاوم باشید. چالش‌ها جزئی از زندگی اند و باید از اونها درس بگیرید. با دید مثبت به چالش‌ها نگاه کنید. مورد 7، حل مسئله رو یاد بگیرید. مشکل رو درست شناسایی کنید و راه حل‌های مؤثری پیدا کنید. تجزیه و تحلیل دقیق‌تر به شما کمک میکنه که مشکلات رو سریعتر حل کنید. مورد 8، یادگیری مؤثر رو تجربه کنید. برای یادگیری بهتر، نقشه راه مشخص کنید و به بخش‌های کوچک تقسیم کنید. این روش یادگیری مؤثرتر و ماندگارتره. مورد 9، به دیگران کمک کنید. کمک به دیگران نه تنها به رشد شما کمک میکنه، بلکه مهارت‌های رهبری شما رو تقویت میکنه. و مورد 10 و آخرین مورد، تغییرات خودتون رو ثبت کنید. پیشرفت‌هاتون رو یادداشت کنید. ثبت تغییرات به شما انگیزه میده که همیشه به جلو حرکت کنید. با ما در کانال و سایت سیمینه همراه باشید.